توی این ویدیو میخوام یک روش جذب فالوور جدید بهتون بگم که تازه 1 ماه داره توسط کسایی که خیلی تو اینستاگرام حرفه‌ای هستن استفاده میشه. این روش قطعاً تا الان جایی گفته نشده، چه تو آموزش‌های یوتیوب چه تو آموزش‌های پولی، و اولین باره که دارم این رو به صورت عمومی مطرحش میکنم. اگر تو اینستاگرام پیج کاری داری قطعاً این مورد برگ برندته، پس این ویدیو رو جدی بگیر. سلام زنگ دانشیا، امیر صالح هستم. اگر چنل رو ساب ندارید حتما ساب کنید، روی زنگوله هم بزنید که از ویدیوهای جدید زودتر باخبر بشید. همیشه رسالت من این بوده که تمام چیزهایی رو که بلدم و تمام چیزهایی رو که باهاش برخورد میکنم رو همشو میام ویدیو میگیرم، حالا چه تو تلگرام چه تو اینستاگرام، استوری اینستاگرام، یوتیوب، همه رو میگم و خودم رو کاملا خالی میکنم تا برم دنبال مطالب جدیدتر. این شکلی که مثلا یه سری چیزها رو نگه دارم برای خودم که شما ندونید، هیچ وقت اینطور نبوده. توی اینستاگرام خیلی وقتها پیش اومده که شما یک مطلبی بذاری و اون مطلب بره اکسپلور، ویو خیلی خوبی بگیره، اما فالوور کمی براتون میاره. چرا؟ چون فالوور احتیاجی به این که پیج شما رو دنبال کنه تو خودش نمیبینه. شما داری کار طنز میکنی، داری آموزش میدی، خب این همه آموزش دهنده، این همه کسایی که کار طنز میکنن هستن، شما رو در صورتی فالو میکنه که یا مطالبتون واقعا درجه 1 باشه یا زیاد شما رو تو اکسپلور ببینه و خب این شانس فالو شدن شما رو کم میکنه. حالا این متد جدیدی که بهت میگم یه جورای کاربر برای اینکه از اطلاعات شما استفاده کنه مجبور شما رو دنبال داشته باشه. حالا ببینیم نحوه کارش چه شکلیه. ساختار این کار این شکلیه که شما یک محتوای مثلا ریلز میذاری و کاربر رو مشتاق میکنی به یک موضوعی. مثلا میخوام 40 تا ایده کسب و کار بهت بدم، میخوام بهت مثلا تولید محتوا رو آموزش بدم، میخوام بهت اپلیکیشن بدم، میخوام بهت مثلا موضوعات ترند بازار مالی رو بگم، میخوام بهت آموزش خیاطی اون نکته اصلیش رو بگم. خلاصه تو هر کسب و کاری اون چیزی که خیلی مخاطبا دنبالشن رو دایرکت میدن. یه ریلز درست میکنی، چند تاشو میگی ولی کاملترشو میگی، مثلا عدد 5 رو کامنت کنید. عدد 5 رو که کامنت میکنن، اگر دایرکت و کامنت هوشمند داشته باشی که حالا در موردش صحبت میکنم، اون اطلاعات کامله برای اون فرد دایرکت میشه. اما ما میخوایم کاری بکنیم که اون دایرکت تا زمانی که کاربر ما رو فالو نداشته باشه نتونه اونو ببینه. اینجوری کاربری که توی اکسپلور ما رو میبینه، برای اینکه اون اطلاعات رو داشته باشه، مثلا ما میخوایم بهش 5 تا افکت صوتی بدیم، اون افکت صوتی رو میخواد داشته باشه، ما رو فالو میکنه و 5 تا افکت صوتی رو دریافت میکنه. حالا وقتی که اون افکت صوتی به کارش اومد، ما رو هم فالو داره، میشه یکی از فالوورهای ما. اینجا این فالوور ما بهش یه خدماتی دادیم که راضی بوده، یه خدماتی که گل کار ما بوده، نه اینکه الکی کاربر رو مجبور به فالو کردن بکنید. این خیلی مهمه. حالا یه بار با هم نحوه کارش رو ببینیم و بعداً بریم ببینیم چطوری میشه اینو پیاده سازی کرد. مثلا من الان پیج زنگ دانش رو فالو دارم، میام این رو آنفالو میکنم. توی پست آخرم گفتم 10 تا هوش مصنوعی برتر دنیا عدد 10 رو کامنت کن. من مثلا میام اینجا 10 رو کامنت میکنم و چون پیج رو فالو ندارم یه چیزی الان برای من تو دایرکت اتوماتیک میاد. اینجا اومد، میگه که دنبالمون داشته باش تا بتونیم برات فایل رو بفرستیم. من الان الکی میزنم فالو کردم که برام فایل رو بفرسته، دوباره این میاد. چرا؟ چون فالو نکردم. اما برم اگر این پیج رو فالو بکنم، دوباره برم تو بخش دایرکت، حالا روی فالو کردم بزنم، دیگه این پیام که دوباره ما رو فالو کن نمیاد. میگه روی دکمه هوش مصنوعی بزن و برات اون لیست رو ارسال میکنم. الان تمام هوش مصنوعی برتر رو گرفتم.
خب حالا اگر این هوش مصنوعی ها به کارم بیاد و اون مطلب واقعا برام مفید باشه و سرکاری نباشه، خب من این پیج رو فالو نگه میدارم، آن فالوش نمی کنم. پس ما تک تک بازدید کننده های اکسپلوری رو که مطلب ما رو دوست داشتن میتونیم به فالوورمون تبدیل کنیم. این یعنی رشد فالوور عجیب غریب شما. حالا آیا این باید حتما مثلا توی یه پیج بزرگ انجام بشه؟ نه. یکی از پیج هایی که از دوستان هستم مثلا یه پیج جدید زده، مثلا 2000 تا فالوور داشت، از این ترفند استفاده کرد، همین الان مثلا ایده رو نوشته بفرست 40 تا ایده کسب و کار بهت میدم. اینجا 5000 تا کامنت دریافت کرده. ایده رو میفرستی، منتظر میمونی که برات دایرکتش بیاد. دایرکتش که اومد میگه که برای اینکه مثلا این 40 تا ایده رو دریافت کنی باید فالو کنی. فالو میکنی، میری فالو کردم رو میزنی و حالا اون 40 تا ایده رو مثلا به شکل یک عکس برات میفرسته. یعنی یه پیج کوچیکی که مثلا 2-3 هزار تا فالوور داشت به وسیله همین روش تونست 1000-1500 تا فالوور به دست بیاره. حالا همینو اگر میرفت تبلیغات میکرد باید تقریبا مثلا 1 تا 5 میلیون هزینه میکرد. حالا هزینه این سرویس دایرکت و کامنت هوشمند چطوره؟ اگر زیر 10K باشید ماهانه 299 تومنه، اگر بین 10K تا 25K باشید ماهانه 499 تومنه و اگر بالای 25K باشید ماهانه 2700 که لینکی که میذارم براتون توی دیسکریپشن کد تخفیف داره. یعنی اگر از این لینک برید بیشترین تخفیف ممکنه شامل حالتون میشه و میتونید ازش استفاده کنید. حالا فرض کنید که ما این قابلیت رو خریداری کردیم، چطوری ازش استفاده کنیم؟ میایم توی پنل خودمون تو کامنت هوشمند و تو بخش کامنت هوشمند یه دستور تعریف میکنیم. مثلا من 10 رو تعریف کردم، دوستمون ایده رو تعریف کرده بود. وقتی که این رو تعریف میکنیم طرف اون رو میزنه، اون پیامه براش میاد. اما میخوایم یه کاری بکنیم که قبل از اینکه پیامه بیاد چک کنه که آیا ما رو فالو داره یا نداره. اینجا تیک قابلیت فالو اجباری کاربران رو میزنیم، یه متن پیام مینویسیم، مثلا دنبالمون داشته باش تا بتونم فایل رو برات بفرستم و یه دکمه‌ای که مثلا فالو کردم اینجا توی متن دکمه بررسی مجدد میزنیم و ثبت میکنیم. همین کار رو که بکنیم میتونیم ما هزاران کامنت رو به این روش مدیریت کنیم و مخاطب هایی که توی اکسپلور به یک مطلب ما علاقه پیدا میکنن تبدیل به فالوور بشن. یعنی این فرصت فوق‌العاده‌ایه که ریلز که خودش همین شکلی پتانسیل خیلی دیده شدن رو داره. حالا این بازدید کننده های بی هدف رو اگر تبدیل کنیم به فالوور، شانس این که بهشون محصول خدماتمون رو ارائه بدیم و بفروشیم به شدت بالا میره. از این قابلیت الان که 1% هم به جرئت میتونم بهتون بگم 1% کل کاربرای اینستاگرامی ازش مطلع هستن و دارن استفاده میکنن، شما بهره بگیرید که واقعا نتیجه میده. اگر بمونید و 1 سال 2 سال دیگه 30-40% پیج های اینستاگرامی متد جذب فالوورشون این میشه. الان که تازه است حتما ازش استفاده کنید. این ویدیو رو لایک کنید اگر دوست داشتید و همچنین سوالی بود کامنت بذارید. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.